به کمال تأسف کسانی که خود را منحصر به مذاهب میدانند آنها هم این فتوا را میدن. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید من از فتوا دادن به حق چنان میترسم مثل که شما از افتادن به آتش بترسید. امروز اینقدر مفتی جاهل شده که هر کس از روده خود فتوای میده. میخوای فتوا به نفع آمریکا تمام شه، میخوای به نفع انگلیس تمام شه، میخوای به نفع یهود تمام شه، هیچ مشکلی نیست. فقط ملا کیر میگن کسی که بند نمانه. اگر چپتر پوانتون هم خونده باشه فتوا میده، اگر شروط صلات و قدری هم خونده باشه به سر بخاری فتوا میده، از سر غزل و چاربتی به سر کلام الله فتوا میده، از سر عقل خو به عقیده فتوا میده، از غزل و سنت پیر و بابو بدعت و خرافات و شرک و اصطلاح به سر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم فتوا میده. فتوا دادن کار مفتی است، کار کسی است که تخصص علمی داشته باشه، کار کسی است که مسائل اصولی و فروعی را از هم تفکیک کرده و تشخیص کرده بتونه. امام شافعی رحمه الله میفرماید که هر کس فتوا میده قبر خود را بکند به کنار قبرستان خود استاد شود فتوا بدهد. امروز فتوای کفر و شرک را هر کس میدهد. اگر مسلمان به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرد باز او تاپه کفر میزنن نعوذ بالله. یک روز خود من در یکی از مساجد بزرگ کابل نماز میخواندم، برادر استاد شد رفع دین که دستای خود را با طریق سنت بسته کرد. باز دو برادر به یکی دیگه میگه یهود را میبینی چه قسم نماز میخونه معاذ الله. هم مسلمانی بی دین و مزخرف، هم مسلمان بی خبر که به فتوای خود اول پیغمبر را کافر گفتی معاذ الله، بعد صحابه پیغمبر را تو فتوای کفر دادی. هر کس به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرد تو را فتوای کفر میزنی و سنت رسول الله تاپه کفر معرفی میکنی. پس پیغمبر و دین کیست؟ به کمال تأسف که امروز یک روز مدرسه نخونده، یک روز حدیث بوی نکرده، یک روز درس دین نشیشته، از روی غزل و چاربتی، از روی غزلهای حافظ و مولانا به من فتوا میده. آیه کلام الله رو تلاوت میکنی، حدیث پیامبر را پیش میکنی، باز میگه شمس من و خدای من. سعدی صاحب چی گفته معاذ الله؟ فتوای کفر دادن به سر مسلمان ساده نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر مسلمان فتوای کفر مسلمان دیگر را صادر کنه این کلمه میره به عرش الله. اگر او مستحق کفر باشه کافره، اگر نبود خود گوینده هم کافر میشه. میخوای شیخ الحدیث نامی باشه، میخوای مفتی و علامه باشه. امروز فتواهای دالری از رسانه ها صادر میشه. امروز فتواهای پلو و شکم و میده از منبرهای مساجد از ملاهای ناملای مزخرف صادر میشه. به ترک حیله اسقاط فتوای کفر میده، به ترک قلور و به اصطلاح سنت بیبی و بابوی میلاد فتوای کفر مسلمان صادر میکنه. به الله قسم یک روزی الله از تو پرسان میکنه، به الله قسم یک روزی الله از تو سوال میکنه. و 50 سال 100 سال عبادت و زحماتی که کشیدی با یک تاپه کفر که ما بالا یک مسلمان زدی، تمام عبادت خود به فتوای الله پیغمبر در باد و برباد کردی.